عزیزان، درود بر شما. خوشحالم که در این جمع عزیز در خدمت شما هستم و از آقای هاشمی که بانی برگزاری این مجلس زیبا هستند تشکر میکنم و عرض به خدمتتون که در درجه نخست در این آذر ماه که ماه ویژه‌ای هست در تقویم ایران به واسطه اتفاقهای خوش و ناخوشی که در اون افتاده، لازم میدونم که از دو یار و همرزم دکتر رضا براهنی، یعنی زنده یادان محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، که امروز ما 25مین سالگرد در واقع قتل ظالمانه اونها رو میگذرونیم یاد بکنم و همچنین از رهرو ثابت قدم راه اونها زنده یاد بکتوش رابطین که امروز اگر زنده بود 49 ساله میشد. آنچه که من امروز میخوام اینجا با شما در میان بگذارم، بیش و پیش از آن که به شعر، نقد و داستان نویسی دکتر براهنی مربوط باشه که در جای خود بسیار مهمه، دربارش هم من هم عزیزان دیگه پیش از این بسیار سخن گفتیم، میگوییم و خواهیم گفت. درباره آن بخش مناقشه برانگیز شخصیت و در واقع زیست اجتماعی دکتر براهنی است که در پیام خانم دکتر سانا صحتی هم بهش اشاره شد. ما متاسفانه در واقع با نگفتنش و دربارش صحبت نکردن فایده‌ای به دست نمیاریم. با زیرسیلی رد کردن چیزی درست نمیشه. واقعیت اینه که امروز باید سخن گفت، باید در واقع روشنگری کرد و باید در واقع پاره‌ای از ابهاماتی رو که به وجود میارن، از قدیم به وجود آوردن و افراد مختلف با نیات مختلف به وجود میارن رو پاسخ بدیم. خب قاعدتاً این واقعیت هست که دکتر رضا براهنی به عنوان یک فعال سیاسی و اجتماعی هم در طول 60 سال حضورش در جامعه مطرحه و بعضاً در واقع در این راه فرازهایی از زندگیش هست که مورد توافق خیلی از در واقع افرادی که نظاره میکنن شاید نباشه. بعضی اون رو بسیار خوب میدونن، بسیار در واقع در جهت اعتلای آرمان آزادی بیان و در واقع اعتلای وضعیت ملت میدانند. بعضی هم در واقع اون رو به گونه دیگه‌ای ارزیابی میکنن. تا جایی که این در واقع مناقشه آغشته به غرض نباشد، ما در واقع از اون استقبال میکنیم، کما اینکه خود دکتر براهنی از این استقبال میکرد. بارها شده که در واقع به بعضی از نظریات ایشون انتقاداتی وارد شد که موجب شد کتاب نوشته شده و منتشر شده رو بهش در واقع تکمله بنویسه. نمونهش تاریخ مذکره که وقتی که در واقع یک مقاله‌ای در نقد این کتاب منتشر شد در یکی از نشریات اون زمان، دکتر نامه‌ای خطاب به اون شخص که اتفاقا باعث اون مستعار هم نقد نوشته بود نوشت و این رو به عنوان تکمله به کتاب خودش اضافه کرد.
پس بنابراین گریزی وجود نداره از بحث، اگر که بحث دارای مبنای درست و مبنای صادقانه باشه. اما واقعیت این هستش که در طول دهه‌های اخیر هم از سوی در واقع جریان‌هایی که در داخل ایران نمیخواستن صدای براهنی شنیده بشه، جریان‌هایی که میخواستن براهنی رو سانسور بکنن و تفکر براهنی رو سرکوب بکنن، ما شاهد انتشار یک سری اطلاعات دروغ بودیم که مثلا فرض کنید که خب دوستانی که سنشون هم سن منه یا بیشتر یادشون هست که در اوایل دهه 70 تلویزیون برنامه‌هایی نشون میداد به اسم هویت و بعداً به اسم چراغ و اونجا در واقع به همه فعالان جنبش روشنفکری ایران نسبت‌های ناروایی داده میشد با استناد به در واقع آرشیوی که از ساواک رژیم سابق در اختیار اینها بود و عرض به خدمت شما که خب طبعا وقتی منبع یکی باشد در واقع نتایج هم میتونه در واقع به دست همون گوینده باشه، گوینده خودش میگوید و خودش تفسیر میکند و جایی هم برای این که چون و چرایی باشه یا کسی بتونه در واقع واقعیات رو مورد یک بازبینی قرار بده به طور مستقل وجود نداره. ادامه این جریان خورد به در واقع اتفاقهایی که در همین سالهای اخیر افتاد و در خارج از کشور به مدد فضای مجازی ما دیدیم که اتفاقاً در واقع مخالفان همین سانسور کنندگان کنونی، مخالفان ظاهریش، با استناد به همون منابع اطلاعاتی شروع کردن به یک سری اتهام پراکنی علیه آقای دکتر براهنی و دیگر کوشندگان راه آزادی و آزادی بیان در کشورمون. و عرضم به خدمت شما که همون اتهاماتی که در برنامه هویت و چراغ مطرح میشد به شکلی دیگر و با در واقع پوشش مخالفت با نظم کنونی، نظام کنونی دوباره نشر شد. عیناً همون حرفا. و عرض به خدمت شما که اوجش هم که همین در ماهای اخیر، در یک ماهای اخیر دیدیم که یکی از تلویزیون‌های خارجی در واقع با یک مقام امنیتی رژیم سابق یک در واقع برنامه طولانی 5 قسمتی رو اختصاص داد به اینکه پاره ای از این اتهامات رو دوباره تکرار بکنه. در این مجال من به قدر وسع خودم پاره ای از این مسائل رو میخوام مطرح بکنم، چرا که همونطور که عرض کردم از نگفتن و از کنارش رد شدن طرفی نمیبندیم. امروز روز سخن گفتن است. عرض به خدمت شما که اولین موردی که در واقع به دکتر براهنی نسبت میدن و البته به کل جریان روشنفکری ما اتهامی است مبنی بر این که در واقع ضدیت این جریان با در واقع هژمونی امپریالیستی و ضدیت اون با شیوه در واقع نزدیک شدن رژیم گذشته به مقوله توسعه گویی که منجر شده به اینکه در واقع انقلاب به وجود بیاد و الان در واقع اگر کسی از انقلاب ناراضیه حق دارد که یقه روشنفکرها رو بگیره و بگه که چرا شما این گونه فکر می‌کردید، چون شما اینطور فکر می‌کردید مقصر در واقع وضعیت کنونی ما شما هست. این افسانه با در واقع ارجاع به یک واقعیت از پیش پذیرفته شده نزد این گویندگان در واقع شکل میگیره و اون این هستش که میگن ما کلیت جریان چپ بوده که این رفتارها رو کرده و
الان بایستی در پیامدهاش به نوعی شریک باشه. دوستان من، ما اگر برگردیم به گذشته و اون روز رو ببینیم و مطالعه بکنیم که اسنادش به وفور در دسترس ما هست، یک واقعیت رو بهش میرسیم. چیزی به اسم کلیت جریان چپ معنا نداره. ما گروه‌های مختلف چپ با گرایش‌های مختلف و قرائت‌های مختلف از در واقع آرمان عدالت رو داشتیم. همه اینها در واقع به یک شکل عمل نکردن، همه اینها به یک شکل در واقع موضع نگرفتن و همه اینها در واقع نمیتوانند در همه اون چه که بعد از اون رویداد مقصر شمرده بشه. واقعیت این است که ما در واقع وقتی که از دکتر براهنی صحبت میکنیم باید به این فکر بکنیم که دکتر براهنی همان کسی است که در زمان هژمونی جریان چپ، در زمان هژمونی در واقع حزب توده سهمگین‌ترین نقدها رو به حزب توده وارد میکنه. روش در واقع حزب توده رو در پیروی از استالینیسم زیر سوال میبره، با دلایل علمی اثبات میکنه که این در واقع نگاه به جریان چپ و آنچه که در واقع حزب کمونیست شوروی تحت عنوان انقلاب دو مرحله‌ای مطرح میکرد یک پروژه شکست خورده است و منجر میشه به در واقع ایجاد استبداد. کی اینو میگه؟ زمانی که در واقع مدعیانی که الان حضور دارند و دارن صحبت میکنن یا به دنیا نیامده بودن یا خودشون در واقع تحت تأثیر جریان‌های چپ بودن و عرضم به خدمت شما که یا توجیه کنندگان در واقع استمرار هر نوعی از استبداد بودن، از جمله در واقع استبداد در واقع استالینیستی. اینا مدارک مکتوبش موجوده. من اگر فرصت داشته باشم دوست دارم اینجا در واقع برای اینکه شاهدی داشته باشم بر آنچه که میگویم بخشی از در واقع نقد آن روز دکتر رو در مورد حزب توده خدمت شما قرائت بکنم که در کتاب در انقلاب ایران چه شد و چه خواهد شد در اردیبهشت 1358 3 ماه بعد از پیروزی انقلاب، تأکید میکنم 3 ماه بعد از پیروزی انقلاب در واقع منتشر شده و عرض به خدمت شما که در دسترس همگان بوده. اون موقع هم میدونین حالا دوستانی که از ما سنشون بیشتره قطعاً شهادت میدند که یک کتاب در اون زمان تیراژ بالای 10,000 تا داشت، مثل الان نبود که در واقع کتاب 200 تا 300 تا چاپ بشه. 30,000 تا حالا دیگه آن هم در واقع دیگه بهتر 30,000 تا 100,000 تا حتی من شنیدم و نمیشد حتی حساب کنیم. عرض به خدمت شما که اینجا من اگر پیداش بکنم میتونم بگم که بله، صفحه 14 مقاله انقلاب ایران را چگونه میبینم. نظر خودم را روشن‌تر بگویم. من مدافع حقوق انسانی تمام مردم ایران من جمله توده‌ای ها هستم، ولی وقتی که مسائل سیاسی پیش کشیده بشود به صراحت تمام حاضرم ثابت بکنم که حزب توده در گذشته اکثریت‌های مردم ایران را اغفال کرده و آنان را از راه یک انقلاب واقعی توده‌ای به نفع استالینیسم، یعنی انقلاب در 2 مرحله که خلاف جهت پویایی و استمرار انقلابی است، و سوسیالیسم در یک کشور و آن هم شوروی که خلاف سابقه جهانی انقلاب است منحرف کرده است و حاضر هستند در چارچوب یک بحث سیاسی دقیق
این اغفال و انحراف را ثابت کنم و الاخر این ادامه داره. عرض به خدمت شد سال 58 میگویند که رضا براهنی در واقع با پشتیبانیش از جلال آل احمد در تحکیم پیدایش و تحکیم مبانی کنونی آنچه که امروز وجود داره دست داشته. دوباره من از همون کتاب میخوام خدمتتون قرائت بکنم چون زمان نیست. در واقع این رو بخشش رو میخونم، مبحث زیاده و از خدمت شما که دوستان رو به همون کتاب حواله میدم. نفرت آل احمد از استالینیسم سبب میشود که آل احمد یک غرب خیالی در ذهن خود به وجود آورد، چون ما همه با استبداد غربی مخالف هستیم و از استالینیسم هم نفرت داریم. آل احمد میخواهد نوع نفرتی را که ما از استعمار داریم در شمار نوع نفرتی درآورد که ما از استالینیسم داریم و یا باید داشته باشیم و آن وقت آل احمد هر دو را به یک چوب میراند و بعد در ساخت اختصاصی آل احمد از غرب که دیگر شامل کل غرب یعنی تمام بد و خوب غرب می شود، آل احمد انتظار دارد که ما از همه چیز غرب، هنرش، فلسفه‌اش، مجموعه رفتارهایش، ادبیاتش، تحقیقاتش، علم، اقتصاد و تکنولوژی و ماشینش هم از نوع روسی و هم از نوع آمریکایی نفرت بکنیم. چرا؟ جلال نمی‌داند که در نفرت او از غرب به چند دلیل یک نفرت از خویشتن کمین کرده است. جلال آل احمد تمام عقب ماندگی ما را گردن غرب می‌اندازد. آنقدر از دیدن خویش به صورتی که هست نفرت دارد که به جای آنکه خود را بهبود ببخشد، عقب ماندگی خودی را به جای دیگری منتقل می‌کند و از آن نفرت می‌کند. این البته بیشتر هست و عرض به خدمت شما که من توصیه می‌کنم. خوشبختانه این کتاب به صورت PDF توی اینترنت موجوده. یک بار دیگه اعلام بفرمایید کتاب. عنوان کتاب هست در انقلاب ایران چه شد و چه خواهد شد. اردیبهشت 58 نشر کتاب زمان این کتاب رو درآورده. و عرض به خدمت شما که در همین کتاب یک ماه بعد از در واقع رفراندوم جمهوری اسلامی، دکتر براهنی مخالفت صریح خودش را با رفراندوم به شکلی که روی داد اعلام میکنه. مخالفت صریح خودش رو با اجبار حجاب اعلام میکنه. چیزی در حدود 10 صفحه داره که اونجا توی اون کتاب درباره دلایل این که چرا نباید راهپیمایی زنان بر ضد در واقع اجبار حجاب سرکوب میشد سخن میگه. پس عزیز بزرگوارمون، نویسنده بزرگ سرزمینمون، سرکار خانم مهشید امیرشاهی تنها کسی نیست که در اون روزگار با این قضیه مخالفت میکنه. رضا براهنی هم مخالفت میکنه. مخالفتش رو هم علنا در کتاب منتشر شده‌ای که میتونسته براش در واقع تبعات داشته باشه در اختیار عموم میگذاره. پس دوستان، ما بیایم در واقع فکر کنیم به آنچه که عزیزمون بهزاد زرینپور گفت. رضا براهنی خوانده نشده ترین در واقع نویسنده ایرانه، چه در زمینه شعرش، چه در زمینه داستانش، چه در زمینه نقدش و چه در زمینه نظریات اجتماعیش. متاسفانه عموماً بدون خواندن در موردش نظر میدن. پاسخ بسیاری از این ابهامات، پاسخ بسیاری از در واقع این حتی دروغ پردازی های داخلی و خارجی در خود آثار دکتر براهنی هست. دکتر براهنی هرگز نگفته که من اشتباه نکردم. 3 بار دکتر براهنی در طول دورانی که نظریه پردازی اجتماعی و سیاسی کرده در نظریات خودش تجدید نظر کرده. کتاب تاریخ مذکر سال 1364 چاپ میشه. در مقدمه اون اعلام میکنه دکتر براهنی که اینها نظرات 15 سال پیش منه
من بعد از این که سال 51 رفتم غرب رو دیدم، در بخشی از این نگاهی که در اینجا دارم به غرب تجدید نظر کردم. میگوید که من در واقع وقتی که اینجا دارم در مورد ستم به زنان صحبت میکنم، بخشی از اون ستم رو من به دلیل که انقلاب رو ندیده بودم اون موقع نگفتم. امروز باید دوباره با اون نگاه مجدداً اینها نوشته بشه. یک بار دیگه زمانی که در واقع گزارش به نسل بی سن فردا رو می نویسد، دوباره در اون مبانی در واقع ابتدای انقلابش هم تجدید نظر میکنه و بسیاری از در واقع اون تأکیدهایی که کرده بود بر این که در واقع اسلام با مسیحیت تفاوت دارد و به دلیل در واقع تفاوت این ساختارها امکان رسیدن به دموکراسی در بستر یک جامعه اسلامی در واقع بیشتر هست رو درش تجدید نظر میکنه در مقاله‌ای که در کتاب گزارش به نسل بی سن فرداست و در واقع بر این عقیده قرار میگیرد که در واقع هر نوع تعصبی، هر نوع در واقع محدود شدن در حصار سنت‌های منجمد گذشته مانعی است برای دموکراسی و مانعی است برای آزادی. رضا براهنی در تمام طول زندگی خودش مدافع آرمان آزادی بیان و اندیشه به هیچ حصر و استثنا بود. چرا؟ چون معتقد بود و ملتزم بود به این واقعیت که بدون وجود آزادی بیان، بدون ایجاد یک گفتگوی اجتماعی، هر نوع از رسیدن به آزادی، هر نوع رسیدن به گشایش اجتماعی ممتنع است. و عرض به خدمت شما که با توجه به اینکه آقای هاشمی داره به من نگاه میکنه، من حس میکنم که احتمالاً زمانم داره رو به پایان میره، این رو خدمتتون عرض میکنم که به همت خانواده دکتر براهنی یکی از در واقع دروغ‌هایی که در این سالها به وفور و توسط شخص مقام امنیتی شیوع داده شده بود در مورد در واقع اون اصطلاحی که به طور عامیانه بگیم اون خرس و پنکه‌ای که آقای ثابتی توی دهن‌ها انداخته بود، واقعیتش آشکار شده. مقاله‌ای که آقای ثابتی بهش اشاره میکنه الان به صورت ترجمه شده در سایت بانک در اینترنت موجوده. دوستان من خودتون برید بخونید. اگر اونجا خرس یا پنکه پیدا کردید، من همینجا دوباره میام میشینم در حضور هر جایی که شما بگید، میام و ازتون از آقای ثابتی و دیگران عذرخواهی میکنم. هیچ جای اون مقاله هیچ خرس و پنکه‌ای نیست. و عرض به خدمت شما که غیر از اون هم در واقع یک ادعای دیگه ایشون فرمودند که در واقع یک گویا یک اعتراف تلویزیونی ایشون گرفتند که اونجا در واقع آقای براهنی حرفای بدی زده یا مثلا کسی رو لو داده یا هرچی. در سال 58 در روزنامه آیندگان رضا براهنی به این ادعا پاسخ داد و از پرویز ثابتی به غیاباً خواست که اگر چنین فیلمی وجود داره منتشرش کنه. این فیلم هرگز از تلویزیون ملی ایران در زمان گذشته منتشر نشده. اگر در آرشیوها موجود بود مطمئن باشید در برنامه هویت از اون استفاده می‌کردن، پس در اختیار رژیم کنونی نیست. و آقای پرویز ثابتی هم اگر داشت در این مستند درازدامنی که در ستایش ایشون در واقع ساخته شده حتما از اون استفاده میکرد. پس آنچه که رضا براهنی از ایشون خواسته هنوز به قوت خودش باقیه. رضا براهنی در بین ما نیست، اما ما هنوز منتظریم آقای پرویز ثابتی این ادعای خودش رو اثبات کنه و اگر فیلمی در اختیار داره منتشر کنه. عرض به خدمت شما که من دلم میخواد که در واقع این سخنان رو اگر فرصت دارم با شعری که به یاد
دکتر سرودم بفرمایید. در واقع به پایان برسانم، چرا که در واقع شاید حرفای من یک مقدار تلخ بود و کام عزیز دوستان رو من تلخ کردم. به مناسبت تولد دکتر رضا براهنی استاد عزیزمون من یه شعری رو که سروده بودم در نشریه هفته ونکوور منتشر کردم، الان خدمتتون قرائت میکنم. عنوانش هست آفتاب فروکش میکند بر مدار قطبی. یک کتیبه هم داره از نامه‌ای است که دکتر به من نوشته بود، یک جمله‌اش رو گذاشتم: هیچ کس بعد از مرگ چیزی نمیخواند. نیمه شب که رسید دیگر آفتاب، دیگر آفتاب، دیگر آفتاب بر این کوچه نخواهد تابید. در پنجمین روز آفرینشی معکوس، دیگر باد، دیگر باد، دیگر باد نخواهد وزید. بیهوده میکوبم بر آهنی سرد که گرماش را قطب‌های جهان بلعیده‌اند. سرازیر میروم بر شیب این همه عمر که سرکشی میکند در این سرما. و آفتاب و آفتاب و آفتاب دیگر، و بر سر سوزن دوار سر بر سر سوزن گیر کرده به چرخش ایام. و زمهریر به تکان و بی معوا بر سر تمام کوره های جهان جمع و می شود تا بچرخد و ببیند که نیمه شب است و آفتاب بر مدار قطبی فروکش می کند. کلمه در حضور و در غیاب فراموشی، کلمه است لکنت که می گیرد از لرز می خورد در زمین می رود به محاق. از پله های زیر زمین های جهان پایین می رود و می رسد به تبی تند، تلخی تند تر از خاطرات. بچرخد این کلمات در پایان پله های سرازید، برود به دوار سرهای چرخان، برود به نوری که در هوا جاری شود از میان اعصار، از دستهای دیونیزوس. بچرخد، هی بچرخد، دور بزند در سپید دمان مدور بر مدار هزار واژه که چرخ زنان و شاداب دنبال می کنند. گله های بیرون پخش شوند بالای پله ها و این پایین هی 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 بچرخیم و بچرخد مدام دور شعله‌ای سوزنده. صدای سوز می آید از دیرهای شهر، بر آستان پنجره نشسته چهره‌ای آهنین با چشمهایش می گذرد هنوز بر تعلیمی می خورد و می گذرد. سرما مچاله می کندش می گذرد. از امیرآباد می گذرد سلطنت آباد و می خندد به ریش نداشته سلطنتی که نیست. بر تلخی روزهای شکنجه می گذرد، مکث می کند بر اعدام. شعر 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 می گوید، روایت می کند از آفتاب خاص یک بعد از ظهر. کنار کپه‌ای از شعر که آتش زده اند آتش نمی گیرد تاریخ را. شکنجه پخش می شود در هوا، از زیر زمین می آید بیرون، بو دارد شکنجه، می پیچد زیر پره های بینی، خراش می دهد، دور می زند چشم ها در چشم خانه جهان، دور می زند، دور 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 می زند. سپیدیان چشم ها غلبه دارد بر سیاهی و آفتاب انعکاس ضعیفی است در مرکز مردمک هایش. زمهریر است در این نیمه شب و قطب‌های زمین ذوب می‌شوند از گرما و از شعرهای آتش گرفته، از در چرخشی تند، از در زیر زمینی که می‌چرخد مدام. آفتاب فروکش می‌کند بر مدار قطبی. سپاسگزارم. شما گرم آقا.
ممنون آقای